این را بدانیم که مادران در حق ما خیلی میسوزد، مگر ما هستیم که قدر پدر و مادر نمیفهمیم؟ خب مگر من یک شب از شبها چیزی مواد مخدر یا نشاور را خورده بودم، داخل خانه که آمدم دروازه را دو قلباب کردم، دیدم که مادرم بیرون شد. گفت فرزندم چرا اینقدر ناوقت آمدی؟ هر شب ناوقت میایی؟ گفتم مادر مصروف بودم. من داخل شدم، مادر من از خیلی نوازش و شفقت، از خیلی دلسوزی آهسته یک قفا که در پس سر من زد که بچیم دیگه ناوقت نکو. من ظالم بدبخت با قفا که زدم، مادرم آه کشید و گفت فرزندم هر شب به خاطر تو بیخواب بودم، در را نبرید باز کردم، مگر من شایسته قفا که تو شدم؟ الله ای تو یک مرض در جانت بیاورد که زخمت کرم کند. به می واژه برش میگم سوالگری روی زمین شوی فرزندم. یک هفته مادرم زنده بود، دیگر وفات کرد. فرصت بخشش خواستن نداشتم، فرصت یزی نداشتم که از مادر عفو و بخشش بخوام، چرا ثروت دنیا، جوانی دنیا، قدرت مرا به حد مغرور ساخته بود که از تواضع و عاجزی و فیروتنی در مقابل پدر و مادر من غرور کردم. مادرم رفت، حکمت الله در روز جنازه مادر افتیدم، قسمت پایم میگه زخم شد. به نزد دکتر مراجعه کردم، گفت در اینجا در کشور پاکستان بود، گفت اینجا علاجت نمیشه، تو باید لندن یا دیگه کشور رو نامش لندن ده گفت. گفت اونجا باید بریم. گفت اونجا که رفتم روز به روز زخم خود کلان میگه سیاهی بر استخوانم بود. میگه من خیلی مصرف کردم، پول ها مصرف شد، خانه ها را فروختم، مصرف کردم، هیچ چیزی به من باقی نماند. میگه تا اون وقت را میگه من نسبتا سم بودم که پول ها خوب خلاص شد. طبیبان به من گفت برادر از تداوی مرض تو ما عاجز ماندیم، هر قدری که ما پایت بالا قطع میکنیم میبینی کرم میکنه زخمای تو. نمیدانم این مرض و این کرم کردن زخم این جالب است به ما. من گفتم دکتر صاحب این که زخم ما کرم میکنه که عقلتون قبول نمیکنه، این به سبب دعای بد مادرم است. مرگم به من نیامد، پاهام را میگه این یک پای راست میگه قطع کرد. بعد از سوالگر و گدایگری مشهور شدم. صبح تا به بیگار اینجا سوالگری و گدایگری میکنم، از مردم پول میخوام. خب پیام مرا تو مولانا و عالم دین هستی، پیام مرا از فراز منبر رسول خدا برای امت پیامبر برسان که ای امت، ای جوانان امت، در مقابل پدر و مادر پر و بالتان را بشکنانید. پدر و مادرتان رنج ندین که اونا در آتش رنج شما خیلی سوخته، اونا خیلی سوخته، از این بیشتر باید نسوزد. خداوند به همه ایمان توفیق عمل صالح را نصیب بگرداند.